مرد جوان که با همدستی زن مورد علاقه‌اش همسر او را کشته بود در کمتر از 24 ساعت از وقوع جنایت از سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شد. سلام دوستان، امیدوارم هر کجا که هستید حال دلتون عالی باشه. من هومن هستم و اینجا چنل راویه. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. با یک پرونده جنایی دیگه از خیانت تا جنایت در خدمتتون هستیم. امیدوارم که تا انتهای این پرونده با ما همراه باشید. قطعا نسبت به این پرونده نظری دارید، حتما نظرتون رو برای ما کامنت بکنید. منتظر خوندن نظرات زیبا و ارزشمندتون هستم. اگر هم تازه با چنل ما آشنا شدید حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، زنگوله رو هم بزنید تا جزو اولین نفراتی باشید که از مطالبی که در کانال قرار میگیره آگاه میشید. این ویدیو رو هم لایک بکنید که ما کلی انرژی داده و باعث شده خانواده ما بزرگ و بزرگتر بشه. بی معطلی بریم سراغ روایت این پرونده. ساعت 20:30 روز پنجشنبه بهمن ماه سال 1395 از طریق مرکز فوریت‌های پلیس 110 یک فقره فوت مشکوک به کلانتری 152 خانی‌آباد اعلام شد. با حضور ماموران در بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد فردی به نام مرتضی 32 ساله بر اثر اصابت گلوله به ناحیه صورت و پهلو به قتل رسیده. با حضور مامورین در محل بیمارستان و انجام تحقیقات اولیه از بستگان و اعضای خانواده مقتول، برادر زن مقتول به ماموران گفت خواهرم به نام المیرا 31 ساله در اتوبان آزادگان با خودرو شخصی 206 در حال تردد بود که خودرو شخصیش دچار پنچری می شود. المیرا با همسرش تماس گرفته و از او جهت تعویض لاستیک خودرو درخواست کمک میکنه. مرتضی نیز پس از گذشت 20 دقیقه در محل حاضر میشه که در زمان تعویض لاستیک بوده فردی که گویا یک کلاه ایمنی موتورسیکلت به سر داشته به اون نزدیک میشه و به قصد زورگیری با مقتول درگیر و نهایتاً با اسلحه همراه خود اقدام به شلیک میکنه و پس از به قتل رسوندن مرتضی از محل متواری میشه. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمد و به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه 27 تهران، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار میگیره. در شرایطی که ظواهر امر حاکی از وقوع جنایت در یک زورگیری داشت، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به تحقیق از راننده یک دستگاه خودرو عبوری از محل جنایت پرداختند که موقع فرار قاتل در محل حضور داشته و شاهد بوده. این شخص در اظهاراتش به کارآگاهان اینطوری عنوان میکنه: با خودرو شخصی در حال عبور از محل جنایت بودم که متوجه شدم فردی روی زمین افتاده و نفر دومی نیز با اسلحه بالای سرش ایستاده. جهت بررسی موضوع دنده عقب گرفتم و به صحنه نزدیک شدم که همزمان فرد مسلح از محل متواری شد. پس از پیاده شدن از ماشین متوجه شدم شخصی که روی زمین افتاده به قتل رسیده و خانم جوانی نیز درخواست کمک میکنه. در تحقیقات از شاهد صحنه جنایت و در شرایطی که در تحقیقات اولیه از سوی همسر مقتول عنوان شده بود که قاتل یک کلاه ایمنی موتورسیکلت به سر داشته، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که قاتل کلاه ایمنی به سر نداشته و پس از مشاهده صحنه نزدیک شدن یک خودرو سواری به محل جنایت با سرعت از محل متواری شده. کارآگاهان در ادامه تحقیقات پلیس به بررسی دیگر اظهارات همسر مقتول در خصوص پنچر شدن خودرو شخصی پرداختند. همسر مقتول در اظهاراتش مدعی پنچری لاستیک عقب خودرو 206 شده بود، اما کارآگاهان با بررسی لاستیک‌های خودرو 206 که متعلق به او بود اطمینان پیدا کردند که هیچ کدام از لاستیک‌های خودرو دچار پنچری نشده. با توجه به تحقیقات میدانی که از محل جنایت و بررسی اظهارات همسر مقتول به دست اومده بود، کارآگاهان اداره دهم به تحقیق از همسر مقتول دوباره پرداختند. در خصوص علت حضورش در اتوبان آزادگان از او پرسجو کردند، اما او با صحنه‌سازی حاضر به ارائه توضیحات به کارآگاهان نبود، چرا که
با توجه به تناقض‌گویی‌های موجود در اظهارات همسر مقتول و همچنین نتایج به دست اومده از تحقیقات ضمن هماهنگی با مقام قضایی المیرا در ساعت 3:30 بامداد روز جمعه دستگیر و جهت انجام تحقیقات به اداره دهم ویژه پلیس تهران بزرگ منتقل شد. المیرا پس از انتقال به اداره پلیس همچنان اظهارات خود مبنی بر ارتکاب جنایت توسط یک زورگیر رو مطرح می‌کرد، اما در ادامه تحقیقات و پس از ارائه دلایل و مستندات از سوی کارآگاهان چاره‌ای جز اعتراف و بیان حقیقت نداشت. سرانجام در ساعت 11 روز جمعه المیرا لب به بیان حقیقت گشود و خواستگار سابق خود به نام علیرضا را به عنوان عامل جنایت معرفی کرد. او در اعترافاتش به کارآگاهان گفت زمانی که علیرضا متوجه اختلاف من با همسرم شد تصمیم به کشتن او گرفت و عنوان کرد که حتی اگر با او همکاری هم نکنم به تنهایی مرتضی رو خواهد کشت. شب جنایت و برابر برنامه علیرضا من به اتوبان آزادگان رفتم و به مرتضی زنگ زدم و به دروغ عنوان کردم که لاستیک خودرو پنچر شده. شوهرم از من درخواست کرد تا داخل ماشین نشسته درهای ماشین رو ببندم و منتظر او بمونم. بعد از گذشت حدود 20 دقیقه مرتضی از محل کارش در منطقه قرچک ورامین به محل رسید و در حالی که قصد تعویض لاستیک خودرو مرا داشت، علیرضا از پشت یک تپه خاکی خارج شد و طی یک درگیری با شلیک چند گلوله مرتضی رو کشت. با شناسایی محل سکونت علیرضا 36 ساله در خیابان 20 متری افسریه و در کمتر 24 ساعت از زمان وقوع جنایت اقدام به دستگیری عامل جنایت اتوبان آزادگان کردند و در بازرسی از محل سکونتش موفق به کشف یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی شدند که مقتول به وسیله آن به قتل رسیده بود. علیرضا پس از انتقال به اداره پلیس و مواجهه حضوری با المیرا صراحتاً به طرح پیشنهادی قتل مرتضی، طراحی و ارتکاب جنایت اعتراف کرد. متهم در اعترافاتش به کارآگاهان گفت 16 سال پیش خواستگار المیرا بودم اما موفق به ازدواج با او نشدم. چند ماه پیش که به صورت کاملا اتفاقی یکدیگر رو ملاقات کردیم، از آن زمان به بعد تماس‌های ما با هم بیشتر شد و با هم دیگه وارد رابطه شدیم. در این مدت المیرا دائما در خصوص اختلاف شدید خود با مرتضی صحبت میکرد، به گونه ای که پس از مدتی تصمیم به کشتن مرتضی گرفتم. حوالی ظهر با المیرا در منطقه نارمک ملاقات کردم و به او عنوان کردم که امروز همان روزی است که من باید کار همسرش رو تمام کنم و طرح کشتن مرتضی رو برایش توضیح دادم. از المیرا خواستم تا به اتوبان آزادگان رفته از آنجا با مرتضی تماس گرفته موضوع پنچر شدن ماشین رو مطرح بکنه و نهایتاً برای تعویض لاستیک ماشین از همسرش کمک بخواد. پس از گذشت 20 دقیقه از تماس المیرا با مرتضی، در حالی که من پشت یک تپه خاکی پنهان شده بودم منتظر آمدن مرتضی بودم. او در محل حاضر شد و مرتضی در صندوق عقب 206 رو که باز کرد و مشغول بیرون آوردن زاپاس خودرو که بود، من به اون نزدیک شدم و اولین گلوله رو به پهلوش شلیک کردم. مرتضی در همان وضعیت با من درگیر شده بود که روی زمین افتاد. در حالی که بالای سرش ایستاده بودم تفنگ رو روی صورتش گذاشتم و گلوله بعدی رو شلیک کردم. در همان زمان بود که یک خودرو عبوری به صورت دنده عقب به من نزدیک شد که با سرعت به پشت تپه رفتم و از محل متواری شدم. هنوز اطلاعات دقیقی از رأی دادگاه نداریم. من هرچی سرچ کردم پیدا نکردم که این فرد اعدام شده یا اعدام نشد. مرسی که تا انتهای این پرونده با ما همراه بودید. قطعا نسبت به این پرونده نظری دارید، حتما نظرتون رو برای ما کامنت بذارید. منتظر خوندن نظرات زیبا و ارزشمندتون هستم. اگرم تازه با کانال ما آشنا شدید و هنوز ما رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید. زنگوله رو هم بزنید تا جزو اولین نفراتی باشید که از مطالبی که در کانال قرار میگیره آگاه میشید. طبق روال همیشه من هومن هستم و اینجا کانال راویه. تا روایت یک پرونده دیگه هر کجا که هستید خیلی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.